خوشحالم که همچنان در خدمت شما عزیزان قرار داریم. در این بخش برنامه همچنان که یاد کردیم یکی از قهرمانان و یکی از عزیزانی که برنامه داشته، هدف داشته و بسیار هم متمرکز کار کرده و به یکی از مدال‌های جهانی و یکی از افتخارات بزرگ را نصیب مردم افغانستان و ملت افغانستان بکند. آقای حمید خوشدل یکی از قهرمانان پرورش اندام جهان هست که امروز در برنامه با ما هست که تانستن مدال نقره را در بخش اسپورت فیزیک بگیرن. بیشتر روی این دستاوردشان و روی پلان ها و برنامه هایشان با خودشان صحبت بکنیم. آقای خوشدل سلام و وقت بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام، صبحتان بخیر. یک سلام خاص برای بینندگان تلویزیون رای فردا و یک سلام که کسانی که کشورهای دور هستند، دور مرزی هستند، یک سلام خاص برای شما. زنده باشید. ممنون شما، خیلی خوشحالیم و تبریک عرض میکنیم آخرین دستاوردی که داشتین، مدال نقره از مسابقات بزرگ جهانی در خدمت شما. زنده باشین، تشکر، لطف کردین. سلامت باشین، خیلی خوش آمدین. در ابتدا اگر روی همین برنامه اخیری که داشتین و تازه برگشتین و با این دستاورد و مدال بسیار خوش رنگ هم که برای مردم افغانستان کسب کردین، برای ما یک معلومات بدین چه مسابقه‌ای بود و کجا بود؟ این مسابقه سال 2024 در کشور مالدیو در کانال ریزارت بود که مسابقات بادی بیلدینگ چمپیونشیپ فیزیک اسپورتس بود که هر سال این دایر میشه. یکی مسابقات جنوب آسیا می باشه، یکی آسیا می باشه و یکی هم جهانی می باشه. یکی جهانی بود که در اشتراک کردیم. 9 ورزشکار از کشور بود. خوشبختانه تمامشان تعدادش که نتوانست گرفته و تعداد متباقیش مدال های خوبی، رنگ خوبی گرفتن و خودم مدال نقره و در یک وزن فیزیک سپورت خود مقام 4 گرفتم که در او یک بعضی مشکلات ها بود که در او لحظه یک فشار آمد بالای ما به خاطر که در رژیم می باشیم. بازو زمان خوراک لودینگ ما زیاد میشه، باعث مشکلات بدن شد. به او خاطر مقام 4 گرفتم. در غیر از او در او مقام برنز داشتم، طلا داشتم و نقره داشتم. خوشبختانه مدال نقره رو به دست آوردیم. به مدت تقریبا وقت کم هم داشتیم، منتها فشار سر خود بیشتر آوردیم که در 24 ساعت یعنی 12 ساعتش که طرف روز می باشه 6 ساعت تمرین داشتیم که 4 ساعتش در فتنس خود و پرورش اندام و متباقیش در پارکور که یک نمایش داریم که ملاقه جمناستیکی حرکات در بخش پارکور هم فعالیت کردیم. بله، پارکور هم هست. درست. در کاتگوری‌های سنی مختلف این مسابقه برگزار میشه یا مطابق با قد و وزن باید باشد؟ از خودم قد می باشه و وزن می باشه. زیادتر در قد می باشه که یک 70 سانتی متر ما مسابقه کردیم. درست. مدال نقره که تونسته از بخش اسپورت فیزیک داشته باشن آقای خوشدل اینجا هست و دوستان هم بتونن که تماشا بکنن. چقدر برای شما دیگه ارزش داشته باشه؟ ارزش بیشتر داره، هرچی نباشه زحمت زیادی میکشیم به خاطر یک مدال و بیرق افغانستان که در هر جای باید اتصال بیاره تمام ورزشکارا. ما در مدت 5 ماه 6 ماه زحمت میکشیم. ما 2 دقیقه باید نمایش بتیم. 2 دقیقه باید ما بتانیم که مدال از آن خود بکنیم. اونجا آنچه که نمره داده میشه یا به اصطلاح امتیاز رسیده میشه از فیگورهای است که گرفته میشه؟ بله، هر ورزش مثلا پرورش اندام 7 فیگور یا 7 پوز داره. ما اسپورت فیزیک و فتنس فیزیک هست 4 چرخش هست که عضلات پیشروی بدن، عضلات ساید بدن، بغل کابلیکس میگیش و بعد سر عضلات نشان داده میشه، پس طرف چپ می باز پیشروی استاد میشه حالت پوزیشن. فقط دونمی 4 چرخش باید تمام عضلات را با لبخند با چهره خوب، چون مدل هستی فتنس هستی دیگه باید یک چیزی خوب اجرا بکنی. فقط اون شماره نمیدونم. لبخند مهم است که بسیار زیاد حداقل خوشرویی یا اخلاق خوش باید نشان بده. بله، شاید خودتان هم دیده باشید مسابقات که تمامشان با یک لبخند و خوش ساختن هیئت جوری که می باشه باید اینا ببینه. بعضی‌ها اندامش خوبتر بهتر است مگر نمیتونه همون نمایش بده یا با یک لبخند هم بدن خود گفته. بعضی قهرمانا کادی چوپان است میگه باید بدن تا ناز بدی دیگه به اون شکل می باشه. درست. اگر از دستاوردهایی که در گذشته داشتین قبل از این مسابقه‌ای که حالا داشتین و ما یاد بکنین چه مدال‌ها یا کدام